به نام خدا. صفحه 43. کار در کلاس. 1. کسرهای زیر را ساده کنید. 12 15. هر دو به 3 قابل تقسیمند. 12 تقسیم بر 3 میشه 4. 15 تقسیم بر 3 میشه 5. 4 5. 48 56. هر دو به 8 قابل تقسیمند. 48 تقسیم بر 8 میشه 6. 56 تقسیم بر 8 میشه 7. 6 هفتم. 3 چهارم ضرب در 18 50. 18 تقسیم بر 2 9. 4 تقسیم بر 2 2. 3 9 تا 27 تا. 2 5 تا 10 تا. 27 دهم. اونم مساویه با 2 و 7 دهم. 2 ضرب در 3 7 ضرب در 8. 2 رو با 8 ساده می کنم. 2 به 2 1. 8 به 2 4. 1 3 تا 3 تا 7 4 تا 28 تا. 9 چهارم ضرب در 2 18. 9 به 9 1. 18 به 9 2. 2 به 2 1. 4 به 2 2. 1 1 تا 1 تا 2 2 تا 4 تا 1 چهارم. 2. 3 تا از کسرهای زیر با هم مساوی‌اند و یکی از آنها با بقیه مساوی نیست. آنها را با دلیل مشخص کنید. کسرها رو ساده کنیم ببینیم چند به دست میاد. 8 به 4 2. 12 به 4 3. 2 سوم. 12 به 6 2. 18 به 6 3. 9 به 3 3. 12 به 3 4. این اومد 3 چهارم. 32 تقسیم بر 16 2. 48 تقسیم بر 16 میشه 3. پس این 2 سوم اومد. این یکی هم 2 سوم. این یکی هم 2 سوم. 9 دوازدهم بعد از ساده کردن شد 3 چهارم. پس 9 دوازدهم با بقیه مساوی نیست. بعد از ساده کردن دیدیم که 9 دوازدهم با بقیه مساوی نیست، چون ساده شده شد 3 چهارم. چون دیگر کسرها بعد از ساده کردن 2 سوم شدند. تمرین 1. حاصل ضرب‌های زیر را به دست آورید. پاسخ خود را ساده کنید. 2 1 سوم ضرب در 1 و 1 پنجم مساوی 3 2 تا 6 تا با 1 7 7 سوم ضرب در 5 1 تا 5 تا با 1 6 6 پنجم مساوی 6 رو با 3 ساده کنم. 6 به 3 2. 3 به 3 1. 7 2 تا 14 تا 1 5 تا 5 تا 14 پنجم. اونم مساوی 2 و 4 پنجم. 7 هشتم ضرب در 3 و 1 دوم. 7 هشتم ضرب در 2 3 تا 6 تا با 1 7. 7 دوم مساوی 7 7 تا 49 تا 8 2 تا 16 تا. تو 49 چند تا 16 هست؟ 3 تا. 3 تا 16 میشه 48. 49 منه 48 1. 3 و 1 16. 4 و 2 پنجم ضرب در 2 3 چهارم مساوی 5 4 تا 20 تا. 21 22. 22 پنجم ضرب در 4 2 تا 8 تا 9 10 11. 11 چهارم مساوی 22 ضرب در 11 میشه 242
5 4 تا 20 تا. 242 بیستم. اگر صورت و مخرج رو تقسیم بر 2 کنیم میشه چقدر؟ 121 دهم که اونم مساویه با 12.1 دهم. دو، زمینی به شکل مستطیل داریم که طول آن 9.3 متر و عرض آن 5.1 متر است. الف، ابتدا مسئله را ساده کنید. سپس مساحت این زمین را به صورت تقریبی به دست آورید. 9.3 رو به صورت تقریبی 10 میگیریم. 10 متر ضرب در عرض 5.1 متره. اونم 5 میگیریم. 10 ضرب در 5 مساوی 50 متر مربع، البته به صورت تقریبی. ب. مساحت زمین را با ضرب 2 کسر به صورت دقیق به دست آورید. 9.3 ضرب در 5.1 مساوی 9 4 تا 36 تا 37 38 39 39 چهارم ضرب در 4 5 تا 20 با 1 21 چهارم مساوی ساده نمیشه، پس باید ضرب کنیم. 39 ضرب در 21 819 میشه. 4 4 تا 16 تا. به صورت عدد مخلوط بنویسیم میشه 51 و 3 16. 3. کسر 1/2 به کدام یک از کسرهای زیر نزدیکتر است؟ دلیل بیاورید. 1/2 یعنی نصف. 7/8 1/8 هم بیایم روش یه واحد کامل میشه، خیلی بزرگه. 2/1 برابر با 2 برابر 2 تا واحده، خیلی بزرگتر از 1/2. 5/8 تازه از 4/8 رد شده، یعنی به 1/2 نزدیکه. حالا بقیه هم ببینیم. 12 16 ساده کنم، صورت به 4 تقسیم بشه میشه 3، مخرج به 4 تقسیم بشه میشه 4، 3 چهارم. 20 25 صورت و مخرج رو به 5 تقسیم کنم. 20 تقسیم بر 5 4، 25 تقسیم بر 5 5 4 5. پس 7 8 2 3 4 4 5. کدوم نزدیکتره به 1/2؟ 5 8. در توضیحش هم می نویسیم چون 5/8 نزدیک به 4/8 است و این کسر با 1/2 برابر است، پس 5/8 از بین این کسرها به 1/2 نزدیکتره. 4. کسرهای زیر را ساده کنید و هر کدام را که مساوی کسر 3/4 است مشخص کنید. 30 40 صورت و مخرج رو به 10 تقسیم کنید. 30 تقسیم بر 10 3، 40 تقسیم بر 10 4، 3 4. 16 24. 16 تقسیم بر 8 میشه 2، 24 تقسیم بر 8 میشه 3، 2 3. پس الف مساوی 3/4 بود، ب نبود. حالا پ رو نگاه کنیم. 30 45 مساوی 30 تقسیم بر 15 میشه 2، 45 تقسیم بر 15 میشه 3. اینم شد 2 3. پس اینم 3/4 نیست. ت 24 36. 24 تقسیم بر 12 2، 36 تقسیم بر 12 شد 3. پس اینم نبود.
فقط کسر 30/40 مساوی 3/4 بود. 5. کسرهای زیر را ساده کنید. 12 ضرب در 5 8 ضرب در 4. 12 تقسیم بر 4 3. 4 تقسیم بر 4 1. 3 5 تا 15 تا. 8 1 تا 8 تا. 15 هشتم اونم مساوی 1 و 7 هشتم. ب 8 12 ضرب در 16 14 مساوی با 8 به 4 2. 12 به 4 3. 16 به 2 8. 14 به 2 7. 2 8 16 تا 3 7 21 تا 16 21. 6. حاصل ضرب‌های زیر را ساده کنید. 1/5 ضرب در 20. 20 اگر مخرج بدیم مخرجش میشه چند؟ 1. پس 5 و 20 رو ساده میکنم. 5 به 5 1. 20 به 5 4. 1/4 تا 4 تا. 2 9 ضرب در 9 مخرج 1 بدم. 9 با 9 ساده بشه. 2 1 تا 2 تا. 1 8 ضرب در 12. 8 با 12 ساده میشه. 8 به 4 2. 12 به 4 3. 1 3 تا 3 تا. 2 1 تا 2 تا. 3 دوم اونم مساوی 1 و 1 دوم. 7. 3 کسر بنویسید که با کسر 6 هشتم مساوی باشد. 6 هشتم مساوی، صورت رو 2 برابر کنم. 12 16. صورت رو 3 برابر کنم. 6 3 تا 18 تا. 8 3 تا 24 تا. 18 24. صورت رو 4 برابر کنم. 6 4 تا 24 تا. مخرجم 4 برابر کنم. 8 4 تا 32 تا. 24 32.